سلام علیکم. ما که انتظار نداشتیم شما بیایید و به زحمت بیافتید، به هر حال قدردانیم. ما هم در خدمت شما عزیزان هستیم. افتخار ما وجود قهرمانانی مثل شماست و حفظ و امنیتی که شما برای کشور ما ایجاد کردید همیشه افتخار آفرین و غرور آفرین بوده. خدا شما رو برای مردم عزیز کشورمون حفظ کنه انشاءالله. این که آدم با غرور بره از کشورش، از مردمش دفاع بکنه، باعث زینتی، باعث افتخاری و باعث امنیتی. ما هم به شما افتخار میکنیم. انشاءالله که به سلامت برگردید شما.